با سلام، وقتتون بخیر. از فروشگاه چشم آنلاین براتون یه ویدیو میذاریم در باره اینکه کد زدشون رو میخوایم بزنیم روی بیسیما. مثلا رو کانال 3 الان ما میذاریم اینجا رو، همه اینا رو کانال 3 میخوایم مثلا این دوتا با هم دیگه در ارتباط باشن و این یه دونه که اینجاست کلا باشون در ارتباط نباشه و کسی صدای این، یعنی در واقع این نفر صدای این دو نفر اصلا نشنوه، با اینکه روی کانال 3 میره ولی نشنوه. اول اصلا میایم دکمه منفی رو میگیریم، چند ثانیه نگهش میداریم. این در واقع CTA آف میتونیم بذاریم، میتونیم 105 بذاریم. این کد داره تا از رو در واقع DCS تا CT میره. ما مثلا میذاریمش روی سر 1، ولی که روی سر 1 گذاشتیمش این دکمه نارنجی یک بار میزنیم. حالا میخوایم مثلا اینم در واقع این کار کنیم، بازم دکمه منفی رو میگیریم، میذاریمش روی DCS این چند بود؟ سر 1. این هم روی سر 1 میذاریم. دکمه نارنجی که زدیم. حالا این دوتا با هم دیگه ستن. نگاه کنین الان من دوتا رو که صحبت میکنم 1 2 3 صدا من واضح میشوین. نگاه کنین الان 1 2 3 صدا من واضح میشوین، ولی نگاه کنین الان این فقط چراغش روشن میشه ولی صدای ازش در نمیاد. نگاه کنین اینجا رو، من صدای اینو کم میکنم، اینم که صداش تا 10 زیاد. 1 2 3 فقط چراغ قرمزش روشن میشه، چراغ سبزش روشن میشه. الان من این دکمه رو که میگیرم اینجا قرمز میشه ولی اونجا روشن نمیشه. ولی از این طرف هم همینجور. نگاه کنید این دفعه این چیزی که من کد زدشون روش کردم صداش نمیاد، صدا هم نمیبره، یعنی کلا ارتباطش با این قطع میشه ولی متوجه میشه که یکی تو این فرکانسه. با تشکر از دقت شما، خدا نگهدار.